چی شد که ما تو فرهنگی غرق شدیم که توش تقریباً همه بیمار محسوب میشن؟ واقعاً این همه آدم توی سالهای اخیر بیمار شدن یا تعریف ما از بیماری تغییراتی پیدا کرده؟ اگر تا آخر ویدیو رو ببینی متوجه میشی که ریشه این داستان از کجا شروع شده. ماجرا عمیق‌تر از اونیه که به نظر میرسه. بیاین از یه استعاره شروع کنیم. فرض کنیم که جامعه ما یه گلخونه است و هر کسی یه گله. اون گل استانداردی که از نظر معیارهای گلخونه سالم و نرماله گل رزه و بقیه گل‌ها با گل رز مقایسه میشن. یه گل شیپوری که مدتی حس میکنه غیر عادیه به طبیب گلخونه مراجعه میکنه. طبیب گلخونه هم بعد از معاینه و بررسی گلبرگاش بهش میگه تو اختلال نقص گلبرگ داری. مشکل تو جدیه و باید سریعاً درمان بشی. گل شیپوری از اتاق بیرون میاد در حالی که احساس میکنه که چیزی ازش کم شده و اون عزت نفسشه. بیمار بعدی یه گل آفتابگردونه که همیشه احساس میکنه هیکلش نسبت به دوستای گل رزش زیادی گنده است و غیر عادی به نظر میرسه. دوستاش هم نگرانشن، دلشون میسوزه و میخوان کاری براش بکنن. پس بالاخره میبرنش پیش طبیب گلخونه. طبیب ابزارهای تشخیصیشو در میاره و بعد از اینکه گل آفتابگردون رو معاینه میکنه بهش میگه تو اختلال غول‌پیکری داری. متاسفانه تو این مرحله از رشدی که تو هستی بیماری تو درمان نمیشه، اما میشه با دارو کنترلش کرد. گل آفتابگردون نگران میشه و میگه اگر نخوام دارو بخورم چی؟ طبیب بهش میگه متاسفانه نه تنها از اینی که هستی درشت‌تر میشی، بلکه روی صورتت دونه‌های سیاه و چربی در میاره که ممکنه ظاهرتو تغییر بده. گل آفتابگردون نسخه‌شو میگیره و در حالی که سر گرد و گندش روی ساقش آویزونه مطب طبیب رو ترک میکنه. این مثالی که زدیم شاید به نظر عجیب اومده باشه، اما واقعیت اینه که ما با آدم‌ها هم همین کارو میکنیم. هر تفاوت کوچیک و بزرگی رو فوراً بهش یه برچسبی میزنیم و بعد هم به دنبال درمانش میگردیم. فکر کنید اگر ما به آدم‌ها میگفتیم که رنگ پوست تو متفاوته پس تو اختلال پیگمنتاسیون داری چی میشد؟ شاید الان به نظر عجیب بیاد، اما یه زمانی رفتارهای مشابه این با سیاه‌پوست‌ها میشد. امروز این مصداق کامل نژاد پرستیه. اما در مورد تفاوت‌های ذهنی ما هنوز هم همین کارو میکنیم. اگر مود تو متفاوته، اگر ریتم تو فرق میکنه، اگر سرعت یا روش یادگیریت، نوع توجه و تمرکزت متفاوته، ما به جای اینکه بپذیریم که آدم‌ها متفاوتن و روی طیفی از توانایی قرار میگیرن، فوراً برچسب میزنیم و میگیم تو نوع تمرکزت فرق میکنه، تو ADHD داری. تو سرعت یا روش یادگیریت متفاوته، تو اختلال یادگیری داری. اما آیا این تفاوت‌ها واقعاً توی این سالهای اخیر به وجود اومدن؟ این همه برچسب از کجا اومده؟ آیا آدم‌های اون متفاوت غیر عادی یا بیمار شدن یا تعریف‌های ما تغییر کرده؟ بیاین یه نگاهی به تاریخ بندازیم. اولین نسخه کتاب DSM که مرجع روانپزشکی آمریکاست، تو سال 1952 فقط 100 دسته بیماری روانی رو لیست کرده بود. این عدد تو سال 2000 3 برابر شد و همینطور تو نسخه های جدیدتر DSM اختلالات بیشتر و بیشتری اضافه شدن، طوری که اختلالاتی مطرح شدن که ما تا 60-70 سال پیش حتی اسمشون رو هم نشنیده بودیم. اما سوال مهمی که باز هم تکرار میشه اینه که آیا همه این اختلالات جدید در اثر پیشرفت علم پزشکی کشف شدن یا اینکه تعریف و معیار ما از عادی بودن محدودتر شده؟ دکتر آلن فرانسیس که رئیس کارگروه نسخه 4 کتاب DSM هست، صراحتاً در مورد نسخه 5 انتقاد میکنه و میگه که این نسخه با افزودن تعداد بیماری ها داره عادی بودن رو در معرض خطر قرار میده. یه نکته مهم دیگه اینه که افرادی که عمدتاً اختلالات روانی رو تشخیص میدن روانپزشک‌ها هستن. ما تو رشته‌های تخصصی پزشکی عمده آموزش‌ها رو در مورد تشخیص بیماری‌ها و درمان اونها داریم و آموزش‌های خیلی زیادی در زمینه آنتروپولوژی، انسانشناسی، جامعه شناسی، بوم شناسی و حوزه‌های مشابهی که کمک می‌کنن از منظر تفاوت‌های فردی و مدل‌های متنوع افراد رو ببینیم نداریم. بنابراین وقتی که ما با نگاه بیماری نگاه کنیم و به دنبال بیماری ها بگردیم چه چیزی به غیر از اون پیدا میکنیم؟ یک مثال جالبش تو رشته تخصصی خودم. در ارتودنسی ما 3 الگوی فکی داریم که یکی از اونها نرماله و 2 الگوی دیگه عمدتاً غیر نرمال تلقی میشه.
خب من عادت کردم که به چهره افراد به این شکل نگاه کنم و تشخیص بدم که چه کسی الگوی فکی نرمال داره و چه کسی غیر نرماله. بعد از مدتی این برای من عادت شده بود که به هر صورتی که نگاه می‌کردم فوراً به دنبال نقص فکی اون می‌گشتم. ناخودآگاه توجه من به این جلب می‌شد که فک پایین یا فک بالا بیش از حد بیرون اومده یا عقب رفته هست یا نه. اما نکته جالبی که هست اینه که الگوی کلاستری که به عنوان فک پایین بیرون اومده تو جامعه ما کاملا یا الگوی فکی غیر نرمال تلقی میشه، تو بعضی از قوم‌ها و نژادها مثل آسیایی‌ها که احتمالاً عکس و فیلم‌هاشون رو دیدین کاملا یه چیز نرمال و زیبا تلقی میشه. یا مثلا توی سیاه‌پوست‌ها اگر دقت بکنین عمدتاً این الگوی فکی دارن که فک بالا داخل رفته است، اما این کاملا براشون نرمال و زیبا تلقی میشه. برای همین اگر ما متمرکز باشیم روی تشخیص بیماری‌ها و اختلال‌ها و روی همون معیارمون خیلی سفت و صلب عمل بکنیم، ممکنه که خیلی از تفاوت‌های فردی رو که تو خیلی از جاهای جهان نرمال و سالم و زیبا تلقی میشن فوراً اختلال تشخیص بدیم و درمان بکنیم. این وسط نقش گروه‌های حمایتی و NGO ها هم یه نقش متناقض جالبیه. این گروه ها سال هاست که دارن برای افزایش آگاهی مردم و توجه به نیازهای افرادی که تحت پوشششون هستن تلاش میکنن و واقعا هم در طول تاریخ تاثیرگذار بودن. اما نکته متناقض کجاست؟ اینکه این گروه ها برای اینکه بتونن حمایت عمومی و بودجه عمومی رو به سمت خودشون جلب بکنن نیاز دارن که بیشتر درباره مشکلات و چالش ها و نقایص افراد تحت حمایت خودشون صحبت بکنن، نه در مورد توانمندی ها و نقاط قوت اونها. بنابراین ناخواسته باز هم یک عدم تعادلی به وجود میاد که تمرکز ما رو میبره روی مشکلات و ناتوانی های افرادی که کمی متفاوتن، نه روی توانمندی ها و نقاط قوتشون، و نگاه ما رو انگار باز هم از پتانسیل ها و نقاط قوت اونها دور میکنه. اما اگر که همه این اتفاقات باعث شده که ما بیشتر متمرکز بشیم روی مشکلات و ناتوانی ها، چه چیزی میتونه به ما کمک کنه که حالا سمت مثبت قضیه و پتانسیل ها و توانمندی های افرادی با تنوع عصبی رو هم ببینیم تا در نهایت به یه تعادل مناسبی برسیم؟ اینجاست که نگرش تنوع عصبی وارد میشه و یک نگاه نسبتاً جدیدی که با پشتوانه تحقیقات علوم مغزی، روانشناسی تکاملی، جامعه شناسی، مردم شناسی و سایر علوم به ما میگه که تنوعات مغزی یه بخش طبیعی از تنوعات انسانی هستند و مثل تنوعات فرهنگی، زیستی، نژادی باید با همه مزایا و معایبشون، نقاط قوت و نقاط ضعفشون، چالش‌ها و توانمندی هاشون به رسمیت شناخته بشن و پذیرفته بشن. ما یک الگوی نرمال مغز نداریم. آدم ها از نظر توجه، یادگیری، اجتماعی بودن، مود با همدیگه متفاوتن. همونطور که هیچ گلی، حتی گل رز، به عنوان گل استاندارد شناخته نمیشه که بقیه گلها باهاش مقایسه بشن، هیچ مغز نرمالی هم وجود نداره لزوماً که همه مغزهای دیگه با معیار اون مقایسه بشن. همونطور که هیچ فرهنگ و نژاد و گونه زیستی استانداردی وجود نداره که بقیه گونه‌های متنوع با اون مقایسه بشن. پس ما نیازه که درس‌هایی که در طول تاریخ راجع به تنوعات زیستی، فرهنگی، نژادی یاد گرفتیم، حالا در مورد تنوعات مغزی انسان‌ها هم استفاده بکنیم. تنوع عصبی به ما کمک میکنه یک چشمانداز متعادل تری داشته باشیم. اما چطوری؟ با گفتن اینکه این اختلالات صرفاً ناتوانی نیستن، بلکه مثل دو روی یک سکه هستن که در سمت دیگه‌اش توانمندی ها و پتانسیل های قابل توجهی وجود داره. مثلا افرادی که مبتلا به دیسلکسی هستن فقط مشکل خوندن ندارن، در عوض اونها یک توانایی بسیار زیادی توی تجسم سه‌بعدی و تجسم‌های بصری دارن. یا افرادی که مبتلا به ADHD هستن صرفاً نقص توجه ندارن، اونها یک توانایی خاصی توی هایپر فوکوس یا تمرکز عمیق روی یک موضوعی دارن که برای اونها جالب توجهه. یا مثلا افراد اوتیستیک ممکنه که توی ارتباطشون با آدم‌ها یا اجتماعی بودنشون چالش داشته باشن، اما در عوض توانایی کار کردن با سیستم‌ها و دستگاه‌هاشون میتونه فوق‌العاده باشه. یه مثال مشهورش فردیه به نام تمپل گراندی که طراح صنعتی بسیار بزرگیه. توی فرایند نگهداری و هدایت دام‌ها، توی واحدهای صنعتی گوشتی بسیار کمک کرده. دستگاه‌های مختلفی رو طراحی کرده که هم کمک کرده که این فرایندهای گوشتی راحت‌تر طی بشه، هم حیوانات توی این فرایند کشتار کمتر آزار ببینن.
تمپل گراندینگ با وجود اینکه مبتلا به اوتیسم بوده و شاید توی ارتباطش با انسان‌ها دچار چالش‌ها و مشکلات زیادی بوده، اما توی درک حیوانات و ارتباط با اونها، توی ارتباط با دستگاه‌ها و طراحی اونها توانمندی قابل توجهی داشته. تمپل گراندینگ یک مصداق کامل نگرش تنوع عصبیه که تونسته از اون سمت اختلالش که توانمندی‌ها و پتانسیل‌هاش هست به درستی استفاده بکنه و بنابراین یک فرد موفق و کارآمد توی جامعه باشه.